президент توجیکستان امامعلی رحمون روز 24 январи سال 2023 در جلسه سالانه حکومت رئیس خدمات علاقه و قدوش بیگ صبور را از جایش خیزانده و برای صورت و صفت بد اینترنت در کشور سخت تنقید کرد و تنبیهش داد. در گزارش رسمی تلویزیونی از رفت جلسه هرچند صدای بیگ صبور شنیده نمی شود، ولی از وجاهتش برمیآید که سخت تنقید شده است و تلاش دارد که خود را سفید کند. در یک ماه آخر این علاقه بار دوم است که امامعلی رحمون قدوش بیگ صبور را برای صورت و صفت بد اینترنت به انتقاد میکشد. او ماه دکامبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش نیز از فعالیت خدمات علاقه به تندی انتقاد کرده به این نهاد برای اصلاح وضع وقت داده بود. بنا به گزارش تلویزیون دولتی، بیگ صبور در جلسه سالانه حکومت درباره تا امروز تا چه حد اجرا شدن سفارش پرزیدنت درباره بهبود صفت و صورت اینترنت اصلاح داده است. برخی اشتراکداران جلسه روز 25 январ در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفتند که از وجاهت پرزیدنت دیده میشد که او از اصابات بیگ صبور درباره کارهای تا امروز انجام دادهش چندان قانع به نظر نمی رسید. منابع بامداد میگویند بیگ صبور در روی خط سیاه منصبداران بلندپایه قرار دارد که روزهای نزدیک تقدیرش باید حل شود، ولی بیگ صبور یکی از کادرهای به اصطلاح غرق نشونده است که چندین بار مورد خشم و غضب پرزیدنت قرار گرفت، ولی باز هم توانست که با استفاده از واسطه‌های گوناگون دل او را نسبت به خود دیگر باره نرم میکند و خطر برکناری از منصب را از سر خود دور میکند. منتقدان بیگ صبور را به آن ادعا میکنند که ساحه علاقه تاجیکستان را که تا آمدن او در سطح منطقه و شوروی پیشرفت بود خراب کرد و آن ساحه علاقه تاجیکستان از لحاظ سطح و صفت خدمت رسانی و صورت اینترنت یکی از قفامانده ترین ها در پهنای شوروی سابق و هم در سراسر دنیا دانسته می شود. بیگ صبور را همچنین برای صفت پست خانه‌هایی که شرکت او می سازد تنقید می کنند و می گویند که او روز دراز در پس کارهای شرکت ساختمانیش اندرمان است و وقت مشغول شدن به مشکلات ساحه علاقه و حل این مشکلات را ندارد. بسیاری و حتی در رده‌های اول حکومت تاجیکستان همیشه از این اظهار حیرت می کنند که چرا امامعلی رحمون بیگ صبور را با وجود این همه کمبودی‌ها در منصبش نگاه می دارد.